سلام دوستان، به فصل دوم کتاب سینوح پزشک مخصوص فرعون خوش اومدید. فصل ورود به مدرسه. پدرم نمیتوانست مرا به مدرسه هایی که در معبد به وجود آمده بود بفرستد، زیرا در آن مدارس پسران و دختران نجبا و کاهنین درجه اول درس می‌خواندند و هزینه باسواد شدن در آنجا خیلی گران بود. آموزگار من یک کاهن از درجه پنجم محسوب می‌گردید که در ایوان خانه خود مدرسه‌ای به وجود آورده بود و ما در بهار و تابستان در این ایوان تحصیل می‌کردیم و فصل زمستان به اتاق می‌رفتیم. شاگردان او عبارت بودند از پسران افسران جزء، سوداگران و کاهنین کوچک که پدران آنها آرزو داشتند روزی پسرشان بتواند به وسیله پیکان روی لوح حساب اجناس دکان را نگاه دارد، برای اینکه بتواند حساب کند که درازگوشان ارتش در استبل چقدر علوفه مصرف می‌کنند و مصرف علوفه اسب‌های هر عرابه در میدان جنگ چقدر است. در شهر طبس، پایتخت بزرگ دنیا، از این مدارس که در خانه‌ها به وجود آمده بود زیاد یافت می‌شد و هزینه محصلین در این آموزشگاه‌ها گران نبود، زیرا شاگردان به آموزگار خود حلقه مس نمی‌دادند، بلکه برایش غذا و پارچه می‌آوردند. مثلا پسر زغال فروش در فصل زمستان برای آموزگار خود زغال و هیزم می‌آورد و پسر نساج هر سال چند زر پارچه به آموزگار تقدیم می‌کرد و پسر علاف به او گندم می‌داد و اما پدر من هزینه تحصیل را با دوا می‌پرداخت. و گاهی من جوشانده گیاهانی که در شراب خیس می‌خوردند برای آموزگار می‌بردم. چون ما وسایل زندگی آموزگار را فراهم می‌کردیم، او به ما سخت نمی‌گرفت و اگر طفلی روی لوح خود می‌خوابید، مجازاتش این بود که روز بعد برای آموزگار قدری عسل یا قدری باقلا بیاورد. در روزهایی که یکی از شاگردها برای آموزگار یک کوزه آبجو می‌آورد، روز جشن ما بود، زیرا آموزگار همین که آبجو را می‌نوشید تعلیم و نویسندگی را فراموش می‌کرد و با دهان بدون دندان خود برای ما راجع به خدایان حکایت‌های خنده‌آور نقل می‌نمود و ما طوری می‌خندیدیم که آدم‌هایی که از کوچه می‌گذشتند توقف می‌کردند و گوش فرا می‌دادند که بدانند ما به چه می‌خندیم. ولی وقتی که من بزرگ شدم فهمیدم که آموزگار ما یک هدف عالی داشت و می‌خواست به وسیله آن حکایت مضحک ما را به وظایف زندگی آشنا کند و بفهماند که در بین خدایان یک خدا هست که سرش مانند شغال میباشد و این خدا پیوسته مواظب اعمال انسان است و هر کس که عملی بد کند، خدای مزبور او را به کام جانوری که نیمی شبیه به تمساح و نیمی شبیه به اسب آبی است میاندازد تا اینکه او را ببلعد. او میگفت یک خدای دیگر هم هست که روی رودها قایق میراند و بعد از مرگ انسان را به جایی که باید به آنجا برود تا سعادتمند شود میبرد. بعد از اینکه مدتی من در آن مدرسه تحصیل کردم، میتوانم گفت اعجازی به وقوع پیوست و آن اعجاز این بود که وقتی دو شکل را به هم متصل کردم، معنای آن را فهمیدم. وقتی یک شکل را به وسیله پیکان روی لوح نقش می‌کنند، نفهمترین افراد هم می‌توانند معنای آن را بفهمند، ولی فقط یک آدم باسواد می‌تواند بفهمد که معنای دو یا چند شکل که به هم متصل می‌شود چیست. اگر شما شکل یک آدم را روی لوح بکشید و به دست یک نفر بیسواد بدهید، او می‌فهمد که او یک آدم است. اگر شکل یک تمساح را روی لوح بکشید و به دست یک بیسواد بدهید، او می‌فهمد که یک تمساح است. ولی اگر کسی بود که توانست معنای یک آدم و یک تمساح و یک درخت و یک عرابه را که به هم چسبیده شده است بفهمد و بگوید که منظور شما از چسبانیدن آنها به یکدیگر چیست، این شخص را باسواد میگوید. از روزی که من توانستم معنای دو شکل را که به هم چسبیده شده بفهمم، دیگر لزومی نداشت که آموزگار سال خورده مرا تشویق به فرا گرفتن کند. خود من طوری به ذوق آمده بودم که وقتی به منزل مراجعت می‌کردم، از پدرم درخواست می‌نمودم که اشکال را به هم متصل نماید که من بتوانم معانی آنها را بفهمم. در همان موقع که من در تحصیل پیشرفت می‌کردم، متوجه شدم که شبیه به دیگران نیستم، زیرا صورت من بیضوی و دست و پاهایم ظریف و رنگ صورتم روشن‌تر از دیگران بود و این موضوع سبب می‌شد که بعضی از شاگردها مرا اذیت می‌کردند و پسر علاف گلوی مرا می‌گرفت و می‌فشرد و می‌گفت تو مثل دخترها هستی و من مجبور بودم با پیکان خود به او نیش بزنم که مرا رها کند. ولی در عوض یکی از شاگردها که پدرش افسر جزء بود مرا دوست می‌داشت. این شاگرد هر روز مقداری خاک رس به آموزشگاه می‌آورد و در آنجا مجسمه حیوانات را می‌ساخت.
و یک روز مجسمه مرا ساخت و به من داد. ولی وقتی من مجسمه مدبور را به خانه آوردم مادرم اندوهگین شد و گفت این کار جادوگری است. ولی پدرم او را از اشتباه بیرون آورد و به وی فهماند که اگر ساختن مجسمه جادوگری باشد آن همه مجسمه را در کاخ فرعون نصب نمی‌کردند. مدتی از تحصیل من در آموزشگاه گذشت تا اینکه روزی پدرم جامه نو خود را در بر کرد و دست مرا گرفت و به معبد آمون برد و گفت قصد دارم که تو را وارد دارالحیات کنم تا اینکه در آنجا طبابت را تحصیل کنی. برای ورود به مدرسه دارالحیات موافقت کاهنین معبد لازم بود، ولی پدرم که در همه عمر گدایان را معالجه می‌کرد از معاشرت با کاهنین محروم گردیده بود و این موضوع خیلی به زندگی او لطمه زد، چون در مصر همه چیز و تمام کارها در دست کاهنین است و آنها هستند که شاگردان را برای ورود به مدرسه طب دارالحیات انتخاب می‌کنند و مالیات را وضع می‌نمایند و هنگام طغیان رود نیل میزان طغیان را اندازه می‌گیرند و قدرت آنها به قدری است که اگر کسی را فرعون محکوم کند و آن شخص در بین کاهنین دوستانی داشته باشد آنها حکم فرعون را نیز لغو می‌نمایند. پدرم چون هیچ کس را در آن معبد نمی‌شناخت مجبور شد که در حیاط روی زمین بنشیند تا مثل سایرین نوبت پذیرفتن او از طرف یکی از کاهنین برسد و ما که صبح به معبد رفته بودیم تا عصر آنجا نشستیم و نوبت ما نرسید. در این موقع مردی وارد معبد شد و تا پدرم او را دید شناخت و گفت این پاتور می باشد که وقتی در دارالحیات تحصیل می کردم او هم شاگرد من بود و اینک سوراخ کننده جمجمه فرعون است. من در آن موقع نمی دانستم که سوراخ کننده جمجمه چه می کند و چه شایستگی دارد که دیگران ندارند و بعدها که خود طبیب شدم فهمیدم که سوراخ کننده جمجمه کسی است که کاسه سر فرعون و دیگران را سوراخ می نماید و غده های زائد را که درون سر روی مغز به وجود می آید از سر بیرون می کند. از این گذشته سوراخ کننده جمجمه کسی است که کاسه سر را سوراخ می نماید تا اینکه بخارهای خطرناک و مسموم کننده که درون جمجمه جمع می شود و سبب ناخوشی انسان می گردد از سر بیرون بیاورد. پدرم وقتی پاتور را دید برخاست و به او سلام داد و پاتور او را شناخت. دستش را روی شانه او نهاد و پرسید برای چه اینجا آمدی؟ چه کار داری؟ پدرم گفت آمده است که از کاهنین اجازه بگیرد تا مرا وارد مدرسه دارالحیات کند. پاتور گفت اقدام شما بدون فایده است و به درخواست شما ترتیب اثر نخواهند داد، ولی من خودم به منزل شما می آیم و در این خصوص با شما مذاکره می کنم. روز بعد صبح زود پدرم به بازار رفت و برای پذیرایی از پاتور یک قاز و چند ماهی و مقداری عسل و آشامیدنی خرید و آنها را به مادرم داد که قاز را طبخ و ماهی‌ها را سرخ کند و با عسل نان شیرینی تهیه نماید. وقتی بوی مطبوع قاز در فضا پیچید گداها و کورها مقابل خانه ما جمع شدند و هرچه مادرم به آنها گفت از آنجا بروند نرفتند و مادرم مجبور شد که مقداری نان را در چربی قاز فرو کند و بین آنها توزیع نماید تا بروند. پدرم که یک سبو را پر از آب معطر کرد و به دست من داد و گفت وقتی پاتور آمد روی دست او بریز و مادرم یک قطعه پارچه کتان را که برای روپوش جنازه خود تهیه کرده بود و در کناری گذاشته بود به من داد و گفت وقتی روی دست او آب ریختی با این کتان دست او را خشک کن. ما تصور می‌کردیم که پاتور طبق معمول هنگام عصر به خانه ما خواهد آمد، ولی ساعات عصر گذشت و شب فرا رسید و پاتور نیامد. من چون گرسنه بودم از تأخیر پاتور اندوهگین شدم، زیرا می‌دانستم تا او نیاید به من غذا نخواهند داد. پدرم طوری ملول بود که بعد از فرو آمدن تاریکی چراغی روشن نکرد و من و پدرم در ایوان خانه روی چهارپایه نشسته جرأت نمی‌کردیم که نظر به صورت یکدیگر بیاندازیم و آن روز من فهمیدم که کم اعتنایی یا غفلت بزرگان نسبت به کوچکترها چقدر برای آنها که کوچک و فقیر هستند کسالت آور است. بالاخره در کوچه مشعلی نمایان شد و در عقب مشعل تخت روانی به نظر رسید که دو سیاه‌پوست آن را حمل می‌کردند، ولی مشعلدار مصری بود. وقتی پاتور قدم به زمین نهاد پدرم دو دست را روی زانو گذاشت و مقابل او خم شد. پاتور برای ابراز محبت یا برای اینکه تکیه‌گاهی داشته باشد دست را روی شانه پدرم نهاد. آنگاه پاتور و پدرم به طرف ایوان رفتند و مادرم با عجله یک هیزم مشتعل از مطبخ آورد و دو چراغ را برای ما روشن کرد. پدرم پاتور را بالای صندلی نشانید و من روی دو دست او آب ریختم و با کتان دستش را خشک کردم.
هیچ کس حرف نمیزد تا اینکه پاتور نظری به من انداخت و به پدرم گفت پسر تو زیبا میباشد و آنگاه اظهار تشنگی کرد و شراب خواست. پدرم به او شراب داد و قدری شراب را بویید و مزه کرد و بعد از اینکه مطمئن شد خوب است آشامید. هنگامی که او مشغول آزمودن و نوشیدن شراب بود، من به دقت او را از نظر گذرانیدم و دیدم مردی سال خورده که موهای سر او کوتاه می باشد و پاهای کوتاه و سینه‌ای فرو رفته و شکمی بزرگ دارد و یک طوق طلا از گردن آویخته و روی لباس او لکه‌های فراوان دیده می‌شد. و بعد از اینکه شراب نوشید، پدرم مقابل او نان شیرینی و ماهی بریان گذاشت. با اینکه محسوس بود که پاتور قبل از اینکه به خانه ما بیاید در یک ضیافت حضور داشته، ولی برای ابراز نزاکت از غذاها خورد و از مزه آنها تعریف کرد و من متوجه بودم که مادرم از تعریف پاتور خوشوقت شده است. پاتور گفت که مشعلدار من به قدری غذا خورده که احتیاج به شراب و غذا ندارد، ولی بد نیست برای دو سیاه‌پوست قدری غذا و آبجو بدهید. من برای آنها غذا و آبجو بردم، ولی آنها به جای اینکه خوشحال شوند ناسزا گفتند و اظهار کردند آیا نمی‌دانید این پیرمرد چه موقع برمیخیزد که از اینجا بروید؟ گفتم من از این موضوع اطلاع ندارم و برگشتم و دیدم که مشعلدار پاتور زیر درخت نارون ما خوابیده است. آن شب پدر من به مناسبت اینکه مهمان خود را وادار به نوشیدن کند در نوشیدن افراط کرد و بعد از اینکه شراب خریداری شده از بازار را خوردند، شراب‌های طبی پدرم را نیز نوشیدند. آنگاه یک سبوی آبجو را که در منزل بود خوردند و هر دو به نشاط آمدند و راجع به سنوات تحصیل خود در دارالحیات صحبت کردند و حوادث گذشته را به یاد آوردند و پاتور می‌گفت که شغل من یعنی سوراخ کننده سر فرعون برای یک آدم تنبل خیلی مناسب است، زیرا در بین رشته‌های طبی هیچ رشته آسان‌تر از جمجمه و مغز سر به استثنای دندان و گوش و حلق نیست، زیرا دندان و گوش و حلق احتیاج به متخصص جداگانه دارد. پاتور اظهار می‌کرد من اگر مردی تنبل نبودم و رشته دیگر را انتخاب می‌کردم یک طبیب معمولی مثل تو می‌شدم و می‌توانستم که مردم را معالجه نمایم و به آنها زندگی بدهم، در صورتی که امروز کارم این است که مردم را بمیرانم. وقتی مردم از پیرمردان و پیرزنان و کسانی که مرض آنها را معالجه نمی‌شود به تنگ می‌آیند، آنها را نزد من می‌آورند که من سر آنها را بشکافم و من هم کاسه سر را می‌شکافم و که بخارهای موذی را از سر بیرون کنم و پیران و بیماران که میمیرند. آنگاه پاتور خطاب به پدرم گفت من اگر مانند تو پزشک فقرا بودم دارای این شکم فربه نمی شدم و این شکم که مانع از راه رفتن من شده از این جهت به وجود آمده که طبیب فرعون می باشم و پیوسته غذاهای خوشمزه و لذیذ می خورم، ولی تو چون کم بضاعت هستی غذاهایی را که محتاج سلامت توست تناول می کنی و در نتیجه شکم تو بزرگ نمی شود و 2 برابر من هم عمر خواهی کرد، زیرا برای کوتاه کردن عمر همه چیز مؤثرتر از این نیست که انسان غذایی بخورد که محتاج به پختن آنها باشد. پاتور دهان پدرم را باز کرد و دندانهای او را دید و بعد دهان خود را باز نمود و اظهار کرد نگاه کن، من در دهان خود بیش از 13 دندان ندارم، در صورتی که تو دارای 29 دندان هستی و دندانهای من قربانی غذاهای پخته شده، ولی تو چون کم بضاعت میباشی و اغلب غذاهای ساده و طبیعی میخوری دندانهای خود را حفظ کردی. سپس سر را با حسرت تکان داد و گفت من بسیار تنبل و بی استعداد میباشم و زر و سیم و مس فراوان دارم و مرا چون یک حیوان کرده این کارها. پدر خطاب به من گفت سینوحه این حرفها را باور نکن، برای اینکه پاتور امروز بزرگترین مغز شکاف جهان است و صدها نفر از کاهنین نجبا به دست او از مرگ رهایی یافتند و به قدر این مرد در فن خود بصیرت دارد که میتواند غده‌ای به بزرگی یک تخم مرغ را از مغز بیرون بیاورد و کاهنین و نجبایی که از مرگ رهایی یافتند به او طوق زر و شمش نقره و ظروف مسی میدهند. ولی پاتور کماکان با حسرت سر را تکان میداد و میگفت در قبال هر یک نفر که بعد از شکافتن سر زنده میماند 10 نفر بلکه 100 نفر به دست من میمیرند. آیا تو هرگز شنیده ای که یک فرعون بعد از اینکه سرش را بشکافند بیش از 3 روز زنده بماند؟ آنهایی که میگویند که کارد جراحی من از سنگ سماق است سعادت بخش میباشد از یک جهت راست میگویند، زیرا کارد سنگی من یک کاهن و یک شاهزاده و یکی از نجبا را در ظرف چند روز میمیراند
و زر و سیم و گاو و گوسفند و انبارهای غله را برای او به ارث می‌گذارد و آنها را سعادتمند می‌کند و هر وقت که فرعون از یکی از زنهای خود به تنگ می‌آید به من مراجعه می‌نماید تا اینکه به وسیله کار سنگی خود او را آسوده کنم و حتی گاهی از اوقات خود فرعون را. ولی پاتور در این موقع مثل اینکه متوجه شد که نزدیک است چیزی بگوید که بعد از گفتن آن پشیمان شود، سکوت کرد و لحظه دیگر گفت: من خیلی چیزها می‌دانم و بسیاری از رازها نزد من نهفته است و مردم که از این موضوع مطلع هستند از من می‌ترسند، ولی خود من بدبخت هستم برای اینکه خیلی چیزها را می‌دانم و هر قدر دانایی انسان زیادتر شود زیادتر احساس اندوه می‌نماید. در این وقت پاتور به گریه درآمد و اشک چشم را با پارچه کتان مادرم پاک کرد و به پدرم گفت: تو مردی فقیر ولی شریف هستی، ولی من ثروتمند و در عوض فاسد هستم و من از فضله گاو که در راه افتاده پستر می‌باشم. و در حالی که این حرف‌ها را می‌زد طوق طلای خود را از گردن خویش خارج کرد و به گردن پدرم انداخت. ولی پدرم طوق مزبور را نپذیرفت، برای اینکه می‌دانست هدیه‌ای که در موقع مستی داده شود یک هدیه واقعی نیست و ممکن است شخصی که هدیه را داده پشیمان گردد و آن را روز بعد پس بگیرد. پدرم و پاتور کنار هم در اتاق خوابیدند و من در ایوان به خواب رفتم. صبح که از خواب بیدار شدم دیدم که پاتور بیدار است و برخاسته و نشسته و سر را با دو دست گرفته و میگوید: اینجا کجاست؟ چرا من اینجا هستم؟ من به طرف او رفتم و دو دست را روی زانو گذاشتم و تا کمر خم شدم و گفتم: پاتور، اینجا منزل یک پزشک می باشد که فقرای شهر را معالجه می نماید و تو دیشب در این خانه مهمان بودی و اینک از خواب برخاسته ای. بر اثر صحبت من و پاتور پدرم از خواب بیدار شد و مادرم که قبل از ما بیدار شده بود یک کوزه دوغ و یک ماهی شور برای میهمان ما آورد. یک مرتبه دیگر من روی دستهای پاتور آب ریختم و او سر را خم کرد و گفت روی سرش آب بریزم و سر و دست او را با کتان خشک کردم. پاتور قبل از اینکه جرعه‌ای دوغ و لقمه ماهی شور بخورد به طرف باغ شرفت و مشعلدار خود را با لگد بیدار کرد و بانگ زد: ای کثیف، آیا همینطور از ارباب خود مواظبت می‌کنی؟ سیاه‌پوستان من کجا هستند؟ برای چه تخت روان خود را نمی‌بینم؟ مشعلدار برخاست و پاتور به او گفت برود و سیاه‌پوستان و تخت روان را پیدا کند. و بعد معلوم شد که سیاه‌پوستان شب گذشته بعد از خوابیدن ارباب خود به یکی از منازل عیاشی رفته و تخت روان را در آنجا گرو گذاشته و به اعتبار آن مشغول عیاشی بودند و هنوز بیدار نشدند. پاتور یک حلقه مس مشعلدار خود داد که این خبر را آورده بود، داد که برود و تخت روان و سیاه‌پوستان را از گرو بیرون بیاورد و بعد قدری دوغ نوشید و لقمه ماهی شور خورد و گفت دیشب ما نتوانستیم راجع به این پسر صحبت کنیم، در صورتی که من برای همین موضوع اینجا آمده بودم. پسر، اسم تو چیست؟ گفتم من سینوحه هستم. پاتور گفت آیا می توانی بخوانی و بنویسی؟ گفتم بله. گفت برو کتاب اموات را بیاور. من رفتم و یک بسته پاپیروس که کتاب اموات روی آن نوشته شده بود آوردم و او قسمتی را انتخاب کرد و من برایش خواندم. سپس چند جمله بر زبان آورد و من نوشتم و او اشکالی را که ترسیم کرده بودم دید و پسندید و گفت تو خوب می‌خوانی و می‌نویسی و اینک بگو چه می‌خواهی بشوی؟ گفتم من می‌خواهم مثل پدرم طبیب بشوم و برای این منظور به مدرسه دارالحیات بروم. پاتور گفت سینوحه، آنچه میگویم گوش کن و به خاطر بسپار، ولی گوینده آن را فراموش کن و هرگز مگو که این سخنران را از دهان سرشفاف سلطنتی مصر شنیده‌ای. آنجا که تو برای تحصیل طب میروی قلمرو کاهنین است و زندگی و ترقیات تو بسته به نظر آنها میباشد و در آنجا باید مطیع باشی و خاموش باشی. هوشیار باش، هرگز از چیزی ایراد نگیر، هیچ وقت عقاید باطنی خود را بروز نده و هرچه به تو میگویند بپذیر و بدان که انسان در زندگی خود به خصوص در دارالحیات باید مثل روباه مکار و مثل مار ساکت باشد، ولی به خاطر خود را مانند کبوتر مظلوم و مثل گوسفند بی اطلاع نشان بده. فراموش نکن که انسان فقط در یک موقع میتواند خود را همان طوری که هست به مردم نشان دهد و آن همزمانی است که قوی و زبردست شده باشد و تا روزی که قوی و زبردست نشده ای سر افتاده و تودار و مطیع باش. و من امروز توصیه میکنم که تو را در مدرسه معبد آمون بپذیرند و بعد از طی یک دوره 3 ساله وارد مدرسه دارالحیات خواهی شد. آن وقت پاتور از پدرم خداحافظی کرد و بر تخت روان خود نشست و رفت.
نظراتتون برامون محترمه. حتما اونا رو برامون کامنت کنید و لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. امیدوارم تا اینجای داستان لذت برده باشید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.